سازمان جهانی صحت میگوید که اتحادیه اروپا 1 میلیون یورو اضافی از کمک‌های بشردوستانه اش را برای حمایت از خدمات صحی در افغانستان اختصاص داده است. این سازمان در یک خبرنامه گفته است که این کمک اضافی به آنها کمک خواهد کرد تا پاسخدهی اضطراری صحی خود را گسترش دهند، به ویژه برای جوامع محروم و عودت کنندگان که به خدمات نجات دهنده نیاز دارند. در زمینه ارائه کمک‌ها هزینه خواهد شد. مشاور تجاری سفارت ایران در افغانستان میگوید که میزان واردات ایران از افغانستان در 6 ماه اول سال روان به بیش از 26 میلیون دلار رسیده است. حسین رستایی، مشاور تجاری سفارت ایران در افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در کابل گفته است که جو، روغن، سایر نباتات مورد استفاده در صنعت عطرسازی، اسپند، بادام با پوست، سرب تصفیه نشده، سایر میوه‌های خشک، مرچ و انواع حبوبات از مهمترین اقلام وارداتی از افغانستان در این مدت بوده است. وزارت عدلیه کشور میگوید تمام زمین شهرک سید اسحاق گیلانی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار که نزدیک به 5640 جریب می باشد، پس از بررسی اسناد و مدارک دولتی تثبیت شد. در خبرنامه وزارت عدلیه آمده است محکمه اختصاصی همچنین تصمیم گرفت که متصرفین زمین که عمدتاً خریداران هستند و زمین را از اشخاص خریداری کردند، می توانند برای دریافت مبلغ زمین و جبران خسارات خود به فروشندگان مراجعه کنند. وزارت دفاع ملی کشور از کشف و ضبط مقدار سلاح و مهمات در ولسوالی پلوحصار ولایت بغلان خبر می‌دهد. بر اساس معلومات این وزارت، این سلاح‌ها و مهمات شامل 5 میل کلاشینکوف، 2 میل دهشکه، 1 میل پیکا، 1 میل هاوان، 1 راکت لانچر، 1 توپ 82 میلیمتری، 5 قوطی مرمی زیکو 1، 86 مرمی توپ 82 میلیمتری، 33 قوطی مرمی دهشکه، 131 مرمی راکت، 74 مرمی هاوان، 14 نارنجک، 5 القماین ضد پرسونل و مقدار مهمات دیگر می باشد. قماندانی امنی غزنی میگوید یک گروه از سارقین در مرکز این ولایت که از خانه ها و دکان های مردم اموال به سرقت می بردند را بازداشت کرده است. سخنگوی قماندانی امنی غزنی میگوید که از نزد افراد بازداشت شده موتورسایکل ها، موبایل ها، مواد مخدر، چاقوها و سایر اموال سرقت شده نیز به دست آمده است. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که به هزینه 280 میلیون افغانی 125 پروژه مختلف انکشافی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. در خبرنامه این وزارت آمده است این پروژه ها شامل ساخت و جغل‌ریزی سرک‌های دهات، کانال‌های آبیاری، پلچک‌ها، دیوارهای استنادی و گبیونی می باشد که در مجموع 280 میلیون افغانی هزینه برداشته است. تیم ملی والیبال افغانستان در چارچوب رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا نخستین بازی خود را امروز در برابر سریلانکا باخت. رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا میان 9 کشور از جمله افغانستان امروز در شهر داکا پایتخت بنگلادش آغاز گردید. تیم ملی والیبال افغانستان در این رقابت‌ها امروز نخستین بازی خود را با تیم ملی والیبال سریلانکا انجام داد که 3-2 تیم ملی والیبال افغانستان را شکست داد. و بر اساس گزارش‌ها دیدار برنامه‌ریزی شده میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تعویق افتاده، زیرا روسیه پیشنهاد آتش‌بس در اوکراین را رد کرده است. آژانس رویترز امروز در یک گزارش گفته است که دیدار برنامه‌ریزی شده میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود به تعویق افتاده و دلیل این تصمیم رد شدن پیشنهاد آتش‌بس فوری در اوکراین از سوی مسکو است.